امروز قراره که این کیفا که برای وسایل خیاطی مورد استفاده قرار میگیره یا حتی وسایل آرایشی یا هر نوع وسیله صبحونه بچه‌ها میخوان بزنن توش، این کیفا میخوام آموزش بدم. پس یه جوری کیف ابزار یا کیفی که میخوان یه وسیله دم دست داخلش بذارن سری ببرن بیرون از خونه. و از این پارچه هم که گفتم این پارچه‌ای هست که تو خونه هممون داریم ازش استفاده نمی‌کنیم. بفرمایید. بله میتونم که این کیفا از با پارچه لی درست کنیم، میتونیم حالا با پارچه مخمل هر پارچه‌ای که ضخامت داره استفاده کنیم. برای دوختش یک مستطیل نیاز داره در ابعاد 50 در 40، یعنی طولش باید 50 باشه، عرضش 40 سانت. برای آسترش هم همین مقدار پارچه نیاز داره. عین همین. بله عین همین برش میزنه. آستر قلبی رو آوردین آره؟ بله. خیلی هم قشنگه. خیلی من. بعد این آستر رو اول کار روی قرار میدیم و دور تا دور این قسمت رو چرخ میکنه که ثابت بمونه. بله. من با سنجاق ثابتش میکنم. دست خودمون یه چیزی رو خلق کنیم که بعد خودمون دست بگیریم ازش لذت ببریم و این بسیار قشنگ میتونه باشه. از اینکه آستری رو دور تا دورش چرخ کردیم، این قسمت رو باید اول توی قسمت طول مستطیل این قسمت پیلی بدیم. خب پیلی هم به چینایی که پارچه میدن بهش میگن پیلی تو خیاط. این پیلی ها رو ما از اینجا باید 3 تا پیلی به این قسمت بدیم که این قسمت وسط کارمونه. مالا وسط این مشخصه. آقا بگم مشخص نه، پارچه ساده بود میتونیم که وسطش مشخص کنیم. بله. بعد اینا پیلی دوقلو میدیم. پیلی دوقلو به این صورته که از دو طرف حدود 2 سانت تا میزنه پارچه رو، از این طرف هم همینجوری، یعنی اینجوری باید پیلی یه حالت پاپیونوار میشه. بله بهش میگن پیلی دوقلو. یکی وسط بهش میدیم، دوباره این سمت هم به همین صورت. بله. اینجا هم یکی پیلی میدیم. پس پیلی ها اندازه ندارن، شما میگین بین فاصله ها؟ بله حدود 7 سانت اندازه پیلیه، حدود 6 تا 7 سانت. خب بعد این برم دوقلوه یا نه این یه قله؟ بله 3 تا پیلی دوقلو. همین قسمت طول پارچه 3 تا پیلی دوقلو خیلی هم تا اینجا جمع شه. این سمت هم به همین صورت. اینجا میشه قسمت بالایی کیفمون. خب من اینو نشون بدم ببینید دقیقاً میشه این قسمت که پیلی خورده، این وسطشه و این کنارشه و این هم این قسمتشه. الان هم دارین انگار سمت پشتش انجام میدین، درسته؟ یکی سمت که پیلی دادیم، این سمت هم به همین صورت این قسمت هم رو پیلی میدیم. بعد از اینکه پیلی دادیم اندازش رو میگیریم. اندازه ای که ما برای این مستطیل میخوایم اندازه این قسمت در 10 سانت. عرضش 10 سانت باشه، طولش اندازه حالا اگر یه خوردم بیشتر شد مشکلی نداره، بعدش قیچیش میکنیم دور دست میشه. این قسمت یعنی روی مستطیلا به پشت پارچه یعنی آستری قرار میدیم. بله. و چرخ میکنیم. بله و این قسمت رو چرخ میکنیم. بسیار عالی. این 10 سانتی که شما جدا کردی میشه قسمت دستش یا نه؟ این قسمت اینجا، این قسمت بالای کیفه دست جدا. بله هنوز به دست نرسید. این قسمت این تیکه رو که وصل شده به پیلی دارن انجام میدن. و چقدر خوش سلیقه، یعنی مثلا شما اومدین از تیکه پارچه اینجا استفاده کردین که این حالت کمریش بخوره اینجا، خودش قشنگ شده. خب بعد این نوارا که دوختم این قسمت اینو برمیگردونیم به رو. 1 سانت لبش تا زدم من تو زدم از قبل که راحت برگرده. بعد این قسمت رو چرخش میکنیم دوباره چرخ میکنیم. این سمت هم به همین صورت. به همین شکل. بعد این شبیه دامن شد خانم محمدی. این برم را که پیلی بدیم با هم مساوی میشه. حالا من به خاطر که وقت برنامه کمه، بله این برم باید پیلی بدیم. این ورا که پیلی دادیم بعد این قسمت از وسط تا میکنه، از قسمت ارزش تا میزنه. از اینجا حدود 6 تا 8 سانت از لبه دولای بسته میام بالا علامت میزنه و حالا من سنجاق میزنم این قسمت رو. میخواین خانم محمدی اون قسمتشو شما انجام میدیم ما بریم برگردیم بعد دوباره همراهتون باشیم؟ بهتره. متشکرم. این قسمت نوار بالا را که دوختیم، بعد از اینکه نوار رو دوختیم چرخ کردیم این قسمت رو اوریب میکنیم، یعنی اضافتش رو قیچی میکنیم. ما رفتیم برگشتیم همه این کارا رو انجام دادم. بله من اینا رو چرخ کردم. این قسمت هم پیلیش رو آماده کردم. برای این قسمت هم ببینید گفتم از وسط تا میزنیم کامل. بله. به این صورت از وسط تا میزنیم. بعد این قسمت رو دوباره به صورت پیلی
این وسط دولای بسته را جایی که سنجاق زدیم قرار میده. بعد به این صورت میشه مثل پیلی. بعد اینجا رو با سنجاق فیکسش میکنه. بعدش دوخت میزنه. بله بعد چرخش میکنیم که اینجا ثابت بمونه و برای دوخت بندش دیگه تقریبا تمومه. خب بندش مونده به این صورته. اینجا شد کناره کارمون. بله. این قسمت پهلوی کیفه. از وسط تا میزنم اوتو میزنه و لبش 1 سانت تا میزنم اوتو میزنه. عرضش بکنم 10. عرضش 10 سانت. بله. بعد از وسط از 2 تا درزا رو هم قرار میده و اینجا رو چرخ میکنه که من کوکش کردم آماده باشه. بعد از وسط تاش میکنه دیگه. حالا این بند باید کامل دور تا دور این قسمت دوخته بشه. پیلیام رو آماده کردیم. میتونیم از یک سمت این قسمت درزا بذاریم روی این قسمت، میاد روی نوارمون یا بندمون رو میذاریم به پشت پارچمون که آستریه. بله کناره به کناره میخواد انگار با فاصله 1 سانت از لبه چرخش میکنه. فاصله 1 سانت. خب بله. خب این قسمت هم که اوری بش کردیم که این قسمت به این شکل وایسه. یکم اوری بش میکنم. 1 سانت کم میکنیم بعد از اینکه دوختمون انجام شد که من انجامش دادم. حالت اوری بهش میدیم. بله. این قسمت هم همینطور. بله اینم را تا اینجا. کل آموزش این کیف پارچه‌ای بسیار زیبا رو شما میتونید که توی کانال ایتای ما ملاحظه بفرمایید، آموزش رو ببینید. فکر میکنم 1 بار نهایتا 2 بار نگاه کنیم خیلی راحت بتونیم که آموزشش رو یاد بگیریم دیگه از حفظ. دوباره وسط این قسمت ها کامل تا میزنیم. از وسط جایی که وسط بندمون بود دوباره میذاریم وسط این قسمت پیلی. بله. اینجا قرار میده. اینجا هم دوخت میزنیم. بله اینجا را فقط باید مواظب باشن که تاب نداشته باشه. بنده وقتی که دارم میدوزم توش تاب نیفته. بله. خب یه نکته داره خانم؟ بله الان روشم رو بگم چجوری دوخته شد دیگه. تمام. بفرمایید. الان این قسمت کنارش رو انجام دادن خانم محمدی بزرگوار. نوار اندازه‌ای که گفتم اندازه قسمت پهلو رو در نظر میگیریم. هرچی مقدارش بود ضرب در 2 میکنیم به اضافه 50 تا 60 سانت. الان برای این چقدر استفاده کردین؟ الان این من به اضافه 40 سانت کردم. خب کیفش کوچیکه. حالا بهتره که به اضافه 50 بشه که دستاش بلندتر باشه. اندازه پهلو رو در نظر میگیریم ضرب در 2 به اضافه 50 تا 60 سانت. بسیار عالی. بعد دوباره این قسمت ها درزا مخابونیم به سمت بندی که داریم. بعد این قسمت ها 1 سانتی که تازه میذاریم روی این قسمت. بله. و اینجا را دوباره چرخ میکنه. بسیار عالی. بسیار عالی. خانم محمدی خیلی از شما ممنونم که توی این مدت همراه ما بودین. نهایی کار هم این کیف بسیار زیبا هست. یک کیف دم دستی قشنگ برای گذاشتن ابزار، برای گذاشتن وسایل دم دستی میتونین ازش استفاده کنین. حتی من فکر میکنم برای ظرف غذا و اینها هم خوب باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودین خانم محمدی. حسابی خسته نباشین. خواهش میکنم. متشکرم. ممنونم. اینم با این رنگش که آماده شد.